سلام، خیلی خوش اومدید به پادکست مجموعه درمانی دامپزشکی پارسوت. مونس گرگین هستم و خوشحالم که به عنوان میزبان در خدمتتونم. در اپیزود دوم در خدمت سرکار خانم دکتر آیسودا مشایخ‌پور هستیم با موضوع اینکه چه کسایی میتونن حیوان خانگی داشته باشن. سلام خانم دکتر، خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم به بیننده ها و شنونده های عزیز. خیلی ممنون از خانم دکتر گرگین بابت دعوتتون. سلامت باشید، مرسی که پذیرفتید. خب خانم دکتر، همونطور که گفتیم موضوع امروزمون در مورد این هست که چه کسانی میتونن حیوان خانگی داشته باشن. فکر میکنم به صورت کامل خودتون توضیح بدین خیلی بهتر باشه. در خدمتتون هستم. خب این سوال که چه کسانی میتونن حیوان خانگی داشته باشن سوال به نظر ساده ولی بسیار حائز اهمیته. خیلی وقتا پیش میاد که سرپرست یک حیوان خانگی شدن با یک هیجان آنی شروع میشه. مثلا چشم ناز یه بچه گربه رو میبینن یا یک توله سگی رو عکس رو توی اینستاگرام میبینن یا اینکه یه خرگوش با مزه رو میبینن که خیلی با مزه هویج میخوره و این باعث میشه که یه دل نصد دل عاشقش بشن و سرپرستی یک حیوان رو به عهده بگیرن. ولی پشت این بامزگیه یه دنیا تعهد طولانی مدت وجود داره. درسته، بعضی هم هستن که هدیه میگیرن. ما بارها تاکید میکنیم که پت رو هیچ وقت به عنوان هدیه به کسایی که دوستشون دارید تقدیم نکنید لطفاً، چون مسئولیتش خیلی زیاده. خب در مورد این مسئولیت بیشتر برامون بگید. پس ما باید بریم بررسی کنیم ببینیم که کسایی که میتونن حیوان خانگی داشته باشن و کسایی که فعلا نمیتونن حیوان خانگی داشته باشن واجد چه شرایطی باید باشن. در وهله اول چیزی که خیلی مهمه، فرد باید وقت آزاد داشته باشه، تایم کافی داشته باشه. بالفرض شخصی که از صبح تا شب سر کار هست به خاطر حال لایف استایلی که داره، این مناسب نیست که حیوان خانگی بگیره، چون حیوان خانگی که زیاد تنها میمونه اون هم میتونه اضطراب جدایی داشته باشه، دچار افسردگی بشه. بنابراین شخصی که حیوان خانگی میگیره باید حتما یک تایم کافی رو حداقل چند ساعت توی طول روز برای تعامل، آموزش برای در واقع حیوان خانگیش داشته باشه. مورد بعد این هستش که فرد باید توانایی مالیش رو داشته باشه، چون که صرفاً سرپرست حیوان بودن فقط هزینه خورد و خوراکشون نیست. واکسیناسیونشون، انگل تراپیشون، گاهی وقتا بیماری ها و جراحی های غیر منتظره پیش میاد، چکاپ هایی که باید به صورت دوره‌ای انجام بدن، همه اینها هزینه بر هست. پس فردی که سرپرست یک حیوان خانگی میشه اگر میدونه با این مسئله ممکنه دچار سختی بشه، بهتره که فعلا حیوان خانگی نگیره. مسئله بعدی کسی هستش که باید صبر داشته باشه. حیوان خانگی حالا چه بچه گربه باشه چه توله سگ باشه، مثل یک کودک ممکنه که خونه رو کثیف بکنه، بازیگوشی بکنه، گاز بگیره. گاهن پیش میاد که جای نامتعارف ادرار و مدفوع انجام میدن و اون فرد باید صبر و حوصله این موضوع رو داشته باشه و صبر کنه تا اینو یادش بده. باید صبور باشه چون حیوان بیچاره هیچ تقصیری نداره. و مسئله بعدی اینه که باید محیط مناسبی داشته باشه. بالفرض اگر که مثلا شخصی هستید که توی یک آپارتمان کوچیک زندگی میکنید، قاعدتاً سگی مثل هاسکی که پر از انرژیه مناسب این فرد نیست. پس بعضی موقع حتی اینکه چه نژادی هم بگیری خیلی مهم هستش. مسئله دیگه این که چه افرادی نباید حیوان خانگی بگیرن. اگر که جزء افرادی باشن که دنبال به اصطلاح اسباب بازی هستن، مثلا حالا حیوان خانگی رو گرفته صرفا برای تولید محتوا، اینستاگرام عکس گرفتن و هیچ آگاهی خیلی ماینا و آگاه به این موضوع نیستش که این یک موجود زنده است، توجه میخواد، مراقبت میخواد. این افراد نباید حیوان خانگی بگیرن. افرادی دیگه افرادی هستند که خیلی زود خسته میشن. اگر که شخص با آگاهی که از خودش داره جزء افرادیه که مثلا یک کارو با هیجان شروع میکنه ولی نصف نیمه رهاش میکنه، این فرد نباید حیوان خانگی بگیره، چون که حیوان خانگی داشتن یک پروژه 3-4 روزه نیستش که بخواد ولش کنه، تعهد بلند مدته. درسته. مسئله بعدی افرادی که زندگی ناپایداری دارن. مثلا فردی هست که حالا شرایط زندگیش به صورتیه که سفر زیاد میره، این افراد نباید حیوان خانگی بگیرن، چون اون حیوان خانگی وابسته میشه به این شخص و بعدا میتونه دچار افسردگی و اضطراب‌های متعاقب اون بشه. مسئله بعدی کسانی هستن که اعضای خانواده موافق نیستن با اینکه این شخص حیوان خانگی داشته باشه. مثلا بعضی از افراد دچار فوبیا از حیوانات هستن یا بعضی ها اعتقاد دارد که حیوانات نجسن، همچین اعتقاداتی.
اینها هم خب باید بدونیم که ما باید یک محیط امن برای حیوان داشته باشیم. کسانی که توی خونهشون همچین تنش‌هایی دارن خب قاعدتاً نباید حیوان خونگی رو نگهداری بکنن. کسانی که نمیتونن تعهد بلند مدت بدن، میانگین عمر سگ و گربه از 15 تا 20 سال هستش. باید شخص از خودش سوال کنه آیا میتونم 15 تا 20 سال همون میزان عشق و علاقه و مراقبت رو نسبت به یک حیوان خونگی داشته باشم؟ اگر جواب این سوال خیر هست، خب پس نمیتونه حیوان خونگی رو نگه داره. خب خانم دکتر خیلی ممنونم از توضیحاتتون. نکته خاصی هست بخواید اضافه کنید؟ داشتن حیوان خونگی واقعا یکی از قشنگترین حس‌های دنیا هست، چون اونا موجوداتی هستن که بی قید و شرط عشق می‌ورزن بهت. حتی مقالات اینو تایید کرده که باعث کاهش استرس میشن، انرژی مثبت بهت میدن. ولی خب باید بدونیم که این ارتباط قشنگ همراه با مسئولیت و تعهده. پس یک بار دیگه میگم شخصی که میخواد حیوان خونگی بگیره باید قبلش از خودش سوال کنه که آیا میتونم پدر یا مادر یک موجود زنده باشم؟ خیلی ممنونم خانم دکتر، وقتتون رو در اختیارم قرار دادید. صحبت‌های خیلی مفید و کاربردی رو داشتیم. مرسی از شما که دیدید و شنیدید. اگر که سوالی داشتید برامون کامنت کنید یا اینکه بهمون دایرکت بدید. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار. تا اپیزود بعدی با خودتون، دنیاتون و با پتتون مهربون باشید. خدا نگهدار.